آخران از جهنم میبروید. اون خدا را دعا میکنه که ای الله تعالی از این عذاب جهنم، از بوی بدی جهنم دیگه هیچ طاقت من ندارم، احوالم به نهایت بد است، مرا ببرو. الله تعالی میگه تو عهد میکنی که من تو را از اونجا برآوردم، تو دیگه هیچ سوال نمیکنی مرا. میگه بله به عزتی که یا ربی، قسم به عزت خودت، میگه هیچ طلب نمیکنی. ای جهنم را برو، ای جهنم او را میبرورم بیرون، در میدان می ایستد. این قدر عذاب شدگی که میگه الله تعالی مرا این قدر نعمت داد که ما اعطا احد من العالمین، در عالم یگون کسی که نعمت نداده. هیچ نعمت نیست، عذاب نیست، جهنم نیست، بیرون است فقط همون. الله میگه هیچ بنده شد این قدر فضل نعمت نداده است، این قدر مرا داده. یک درخت میبینه در زیر درخت آب است، الله میگه ای الله مرا به همون نزدیک میگه استظل بظله و اشرب من ماء، من با سایه همون سایه بگیرم ای آب همونجا بخورم. الله تعالی میگه آخی تو نکرده بودی که من هیچی طلب نمیکنم، قسم خوردی. میگه الله یعذره، الله تعالی عذری را میپذیره. برای چی؟ میگه هو یرا ما لا یستطیع یصبر، یعنی اون چیزی را میبیند که دیگر طاقت به صبر طاقت ندارد. اون جهنم از عذاب برآمدگی است. میگه نزدیکش میکنم با اون درخت سایه اون آبی او را میخورد، دست سایه میگیرد. میگه یک درخت قائم میکنن برای او، از این درخت زیباتر، آبش از این زیباتر، آبی زیرش. میگه میبیند، میگه ای الله تعالی مرا ویخی همون درخت بر. او میگه تا عهد پیمان کردی؟ میگه ای الله عهد میکنم اضافه کی؟ الله میگه عهد میکنی؟ میگه اضافه با عزتی تا قسم میخورم عهد میکنم که هیچی نمیپرسم، همونجا بر تمام. همونجا میبرش، اونجا آب و سایه غوثتری از این دارد، استفاده میکند که از اونجا جنت هم میبینه. ای الله میگه مرا همون جنت ده، من نمیخوام از بندگان بدبخت تو باشم خدا، مرا جنت بر. الله میگه آیا تو عهد نه اون چیزهایی را دیده سایی که دیگه صبر و طاقت ندارد. الله تعالی عذری او را میپذیرد، در جنت در راستش میکنه. میگه ادخلوا الجنه ولک مثل دنیا، بدر جنت. میگه قد دنیا تو را زمین دادم، قد تاجیکستان نه، قد روسیه نه، قد دنیا. او بنده خدا در جنت میسته، میگه اتستهزئ بی و انت رب العالمین، تو میگه با من شوخی میکنی، تو پروردگار عالمیانی، با من ناچیز